دارم با بستی جونم بریم کافه، گفتم که بیایید با هم دیگه آماده بشیم. یعنی احمق فقط اونایی که وقتی من این مدلی صحبت میکنم فکر میکنن که من واقعا آدم چوسی‌ام. داداش این هم برای فانه، برو زندگی تو جمع کن، برو ببین درد ننه بابا چیه بدبخت. کلا فضای مجازی یه جوریه که طرف هر چی دلش بخواد میگه، یعنی اصلا مهم نیست که مثلا طرف مقابلش کیه، نمیدونم طرف احساساتش چجوریه، ناراحت میشه عصبی میشه، اصلا هیچ چی به هیچی توجه نمیکنه، فقط میگه و واقعا هیچی واسش مهم نیست و این خیلی بده، خیلی افتضاحه. البته که آدمای خوبم توش زیاده، کسایی که انرژی مثبت میدن باعث میشه حالت بهتر شه و دوستم رسیده پایین خونمونه و منی که دارم ریمل میزنم. عزیزم وایسا، میام چیزی نیست، وایسا میام. دو تا کتونی گرفتم، یه سامبا، یه دونم نیو بالانس. نمیدونم اینو بپوشم یا اینو، که احتمالاً سامبا رو بپوشم چون به استایلی که میخوام بزنم این بیشتر میاد، ولی اینم خیلی دوست دارم. کدومو بپوشم؟ همون سامبا ها رو پوشیدم، خیلی تو پا خوشگله، نگاه کنید خیلی دیگه اینجا میذاره چوسی بازی و کورسانش یکم so much. His chocolate is normal. یکم هم منو ببینید سیسی جونیا. همین ببین، همین عزیزم، همین آره خودتون بفهمید دیگه. درسا رو میبینید داره آویزون میشه. ورزش کنید، فقط بلد نیستم چجوریه. ما بریم بالا به قدرت زانوت بازوت. نه اینجوری. راستی من این دو تا کتونی رو با نصف قیمت از این پیجی که توی کپشن تگ میکنم گرفتم. بچه‌ها کیفیت کارشون حرف نداره، خفن بودن و خوشگل بودن کارشون هم که دارید میبینید دیگه.